رئیس مجلس نمایندگان توجیکستان امروز ضمن اجلاس پارلمانی از وضع مهاجران توجیک در روسیه اظهار نگرانی کرد. شکرجان ظهورов گفت روسیه در نسبت مهاجران از مناسبت دوخوره کار برده از آنها همچون فیشنگ استفاده می شود. 500-600-700 هزار آدم در حالت ناگوار زندگی میکنند، کار میکنند، یک پول پاتنت داده نمیتوانند. ما 10 سال باز از قفای روسیه دویده ایستادیم که این شرطنامه را من این شرطنامه 3-4 شرطنامه اساسی را امضا نمیکنن. امضا نکرده ایستادن. راهبران دولت و خوردن مصلحت کردن، پارلمنت ها و خوردن مصلحت کردن. چند بار ما این مسئله ها رو گذاشتیم، شما رفتید، چند بار وزیر رفت، شما رفتید و خوردید. خوب همین مهاجران مهنتی ما هم همچون یک فیشنگ در دیگر دولت ها استفاده شده ایستادند. طبق معلومات رئیس بانک ملی توجیکستان امسال مهاجران به وطن نزدیک 2.5 میلیارد دلار فرستادند که نسبت به سال گذشته بیشتر بوده است. وضع مهاجران توجیکستان در روسیه در جریان جلسه پارلمان که بودجه پیشنهادی حکومت را برای سال آینده تصویب کرد بررسی شد. تفصیلات را از وبسایت ما بخوانید.